شاید تعداد کمی از گیلانی‌ها بانو اشرف مشکاتی رو بشناسن. بانو معصومه خانم اشرف اولیا مشکاتی، متخلص به اشرف، شاعر گیلانی متولد سال 1286 شمسی بود. پدرش از خاندان بزرگ مشکاتی و مادرش بانوی شاعر و از خوشنویسان زمان خودش بود. بانو اشرف طبع شعر رو از مادرش و او هم از مادر بزرگش شاه جهان خانم دختر فتحعلی شاه قاجار به ارث برده بود. بانو اشرف مانند پروین اعتصامی از کودکی شروع به شعر گفتن کرد و پیرو مکتب بزرگانی چون فردوسی، حافظ، سعدی، مولانا، بابا طاهر و نیز شاعران معاصری همچون پروین، نیما، بهار و خانلری بود. پدرش او رو در مدرسه کاتولیک ژان دارک ثبت نام کرد، اما اشرف عاشق زبان پارسی بود و وارد مدرسه دیگه ای شد و جزو شاگردان موفق اونجا. او از فعالین فرهنگی دوران خودش بود که در جهت سوادآموزی و آزادی زنان نقش مهمی ایفا کرد. ایشون با صدیقه دولت آبادی، مؤسس اولین مدرسه ابتدایی و متوسطه تهران، کانون بانوان ایران، همکاری نزدیک داشت. اشعار زیبای بانو مشکاتی در روزنامه‌های کثیرالانتشاری مانند پرورش، فکر جوان، اطلاعات و آفتاب شرق چاپ می‌شد. او سالها به عنوان معلم ادبیات تدریس می‌کرد. در سال 1330 در مسابقه انجمن ادبی ایران و پاکستان از بین 700 نفر شرکت کننده موفق به دریافت جایزه و چندین جلد کتاب شد. او مدتی در باغ پدری در روستای قاسم آباد رودسر زندگی کرد و نزد اهالی بسیار محبوبیت داشت. پس از اون به آمریکا مهاجرت کرد و به عضویت انجمن ادبی ایران و آمریکا درآمد. با وجود اینکه بانو اشرف از طبقه مرفه جامعه بود، اما از رنج و اندوه زنان و طبقات رنج دیده و نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها و از حال رعیت و ظلم اربابان و صاحبان ثروت غافل نبود. او بارها از ستمگران زمان خودش سرود که در بسیاری از بیت‌های اشعارش به چشم می‌خوره. کودک از آغوش مادر میبرند، مادری خون دل و گریان کنند. غافلند ایشان ز روز داوری، کاشیانی را چنین ویران کنند. بانو اشرف مشکاتی در سال 1368 در واشنگتن چشم از جهان فرو بست و بنابر وصیتشان در شهر قم در مقبره خانوادگی و در جوار پدر بزرگوارش به خاک سپرده شد. یادش گرامی.